داستان حضرت موسی و دیدن خدا. روزی از روزها که مثلش فراوان حدود 10 سال قبل حضرت موسی در طی ماجرایی فردی ظالم از دربار فرعون را در جریان نزاعی به قتل رسانده بود. حضرت موسی از خداوند طلب بخشش می کند و خداوند توبه او را می پذیرد. و پس از آنکه جریان کشته شدن فردی از دربار فرعون برملا می شود، ماموران حکومتی به دنبال حضرت می گردند که ایشان از مصر فرار می کند و در مسیر به شهر مدین می رسد و طی اتفاقاتی در جریان زندگی حضرت شعیب قرار می گیرد. و بعد پس از 10 سال زندگی در کنار حضرت شعیب تصمیم می گیرد تا این شهر و زندگی بدون دغدغه خود را ترک کند و به کمک مردم دربند خود بشتابد. آنها را از زنجیر اسارت فرعون رهایی بخشد و بی‌عدالتی را در مصر زادگاه خودش از بین ببرد. بنابراین بار سفر خود را بست و به همراه خانواده‌اش رهسپار مصر شد. گویا در این سفر همسرش که دختر بزرگ حضرت شعیب بود باردار بوده است. حضرت موسی به هنگام بازگشت برای اینکه گرفتار مأموران فرعون نشود از بیراهه می‌رفت که در این مسیر راه را گم کرد. هوا طوفانی بود و همسرش نیز در حال وضع هم بود و نیاز شدیدی به گرما داشتند. حضرت موسی ناگهان از جانب طور آتشی دید. ایشان گمان کرد که چوپانها این آتش را برافروختند. بنابراین به خانواده‌اش گفت همینجا بمانید. من آتشی دیدم، میروم شاید خبری برای شما بیاورم و با شعله‌ای از آتش برگردم تا با آن گرم شوید. هنگامی که حضرت موسی به سراغ آتش آمد، ناگهان از سمت راست آن سرزمین با برکت از میان یک درخت ندا داده شد و صحبت خدا با حضرت اینگونه شکل گرفت: ای موسی، منم خداوند، پروردگار عالمیان. در صحبت خدا با موسی در کوه طور این دفعه به جای الهام درونی یا خواب با پیامبر خود از طریق امواج صوتی سخن می‌گفت و بدون شک خداوند قدرت دارد که امواج صوتی را در هر چیزی که بخواهد بیافریند و موسی که جسم است و دارای گوش می‌تواند این امواج صوتی را بشنود. هنگامی که حضرت موسی نزدیک آتش رسید، مشاهده نمود که از درون شاخه سبز درخت آتش می‌درخشد و لحظه به لحظه پرفروغ‌تر و زیباتر می‌شود. با شاخه کوچکی که در دست داشت خم شد تا کمی از آن بردارد. آتش به سوی وی آمد. آیا دیدن خدا توسط حضرت موسی داشت اتفاق می‌افتاد؟ وحشت کرد و به عقب رفت. گاهی او به سوی آتش می آمد و گاهی آتش به سوی او. ناگهان صدایی به گوش حضرت موسی رسید: من پروردگار تو هستم. کفش‌هایت را در بیاور که تو در سرزمین مقدس طور هستی. بعد صحبت خدا با حضرت موسی در کوه طور اینگونه ادامه یافت: خدا از موسی پرسید: ای موسی، در دست راست تو چه چیزی دیده می شود؟ موسی اندکی آرام گرفت و در پاسخ گفت: این قطعه چوب عصای من است. من بر آن تکیه میزنم و برگ درختان را با آن برای گوسفندها فرو میریزم. بعد به موسی فرمان داده شد که عصایت را بیانداز. و هنگامی که موسی عصا را به زمین انداخت، نگاه کرد و دید همانند ماری است که با سرعت حرکت می‌کند. موسی ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد. در این هنگام به موسی ندا داده شد که برگرد و نترس که تو در امان هستی. بعد چنین دستور داده شد: دست خود را به پهلو ببر و بعد بیرون بیاور. هنگامی که حضرت موسی دست خود را خارج کرد، کف دست او سفید و درخشنده بود و برعکس دفعه قبل نترسید و خدا به وی فهماند که این دست نورانی میتواند مشعل او در بیابان تاریک هم باشد. خداوند برای اینکه موسی آرامش خود را پیدا کند به او میگوید: دستهایت را بر سینه‌ات بگذار تا قلبت آرامش پیدا کند. این دو دلیل روشن از پروردگار برای فرعون و اطرافیان اوست که آنها گروهی فاسق بوده و هستند. حضرت موسی علیه السلام از مأموریت سنگین پیامبری وحشت نکرد و برای اینکه در کار تبلیغ نتیجه بگیرد گفت: پروردگارا، سینه مرا گشاده بدار، کار مرا آسان بگردان و گره زبانم را بگشا تا مردم سخنان من را بفهمند.
و چون رساندن این بار سنگین نیاز به کمک داشت، در نتیجه حضرت از خداوند درخواست کرد که وزیر و یاوری از خاندانش برای او برگزیند و برای این کار برادر بزرگترش هارون را مناسب دید. هارون 3 سال از حضرت موسی بزرگتر بود و به گفته قرآن از پیامبران مرسل و دارای نور باطنی و وسیله تشخیص حق از باطل بود. این درخواست معلوم می کند که موسی هنگام زندگی در مدین با برادرش ارتباط داشته و او را هم فکر خویش می دانسته است و به همین سبب می افزاید خدایا پشت مرا با او محکم کن و او را در کار من شریک گردان تا تو را تسبیح گوییم و بسیار یاد کنیم، چرا که همیشه از حال ما آگاهی. پروردگار خواسته های او را برآورده ساخت و موسی به مصر وارد شد و هارون به خانه بزرگان بنی اسرائیل رفت و آمدن موسی را به آنها خبر داد. در جریان داستان صحبت حضرت موسی با خدا، هنگامی که خداوند همه درخواست‌های پیامبرش را انجام داد، دستور داد که همراه هارون به سراغ فرعون بروید و به او بگویید که ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. بگویید ما مأموریت داریم از تو بخواهیم بنی اسرائیل را از زنجیر بندگی آزاد کنی و همراه ما بفرستی. پس از برگشت موسی از کوه طور و اتفاقات فراوان بسیاری که در طی مدتها بر حضرت موسی گذشت، حضرت برای دیدار با پروردگار و گرفتن احکام تورات از طریق وحی به کوه طور رفت و قرار شد 30 شب در آنجا باشد، اما خداوند 10 روز دیگر بر آن افزود و حضرت موسی 40 شب با خدا راز و نیاز کرد. گروهی از بنی اسرائیل با اصرار از حضرت موسی علیه السلام خواستند که خدا را مشاهده کنند و اگر او را مشاهده نکنند هرگز ایمان نخواهند آورد. حضرت موسی از میان آنها 70 نفر را انتخاب کرد و به همراه خود به میعادگاه پروردگار برد و در آنجا درخواست آنان را به درگاه الهی عرضه داشت و گفت پروردگارا خودت را به من نشان بده تا تو را ببینم. بعد حضرت اینگونه شنید که هرگز مرا نخواهی دید. و اما بنی اسرائیل که در آن هنگام کلام الهی را از تمام جهات شنیدند و دیدند، باز گفتند که ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را خود ببینیم. صاعقه‌ای از آسمان آمد و همه آنان هلاک شدند. حضرت موسی گفت اگر با چنین وضعی برگردم مردم خواهند گفت که تو در ادعایت راستگو نیستی که دیگران را به قتل رساندی. بعد به اذن خداوند دوباره همه زنده شدند و این بار گفتند اگر تنها خودت نیز خدا را ببینی ما به تو ایمان می آوریم. حضرت به آنها فرمود خدا را تنها با نشانه ها و آیاتش می توان درک کرد، اما آنها باز لجاجت کردند. سپس خطاب آمد موسی را که بپرس آنچه که از تو می پرسند، تو را به خاطر جهالت آنها مؤاخذه نمی کنیم. حضرت درخواست آنان را دوباره باز گفت. سپس خطاب آمد که هرگز مرا نخواهی دید، اما به آن کوه بنگر، اگر پایدار ماند تو نیز خواهی توانست مرا ببینی. بعد با اشاره کوه متلاشی شد و به زمینی صاف تبدیل شد و موسی پس از به هوش آمدن گفت خدایا از جهل و غفلت مردم به شناخت و معرفتی که داشتم بازگشتم و من اولین کسی هستم که اعتراف می کنم خدا را نمی توان با چشم سر دید.